مش میگوید علیه الصلاة والسلام الفخر بالاحساب. الفخر بالاحساب يعني احساب جمع حسب، يعني هو يحتسب مناقب انسابه. میشینه دو نسبش چی؟ مناقب هاش چی حساب میکنه. باباهای ما شجاع بدگی، باباهای ما عالم بدگی، فلان بدگی، این بدگی، یعنی چی بدگی؟ اولیا بدگی، یعنی چی بدگی؟ یعنی میشتر مثلا چی های میشمارد نسبش، یعنی باباهای ما، باباهای ما، باباهای ما، بابا خلاص بابایش ما، بابایش ما. شما خودتون کی؟ تو خودت قبض، یعنی الفتا همین یکی چی میگوید؟ یعنی انا میگوید لیس الفتا یقول کان آبای و اجدادی. مرد وای نه که بابوم و پدرم بود، مرد همینه که انا من میگوید. خودت نشونته هفت بابای ما، هفت بابای ما نماز خون بود، یعنی هفت نه 70 بابا نماز خون باشه چی یعنی تو چی میشه؟ یعنی چی چیز این تو فایده میگیری؟ یعنی میگوید که ما از اشراف، ما از آل بیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم. هم بدی روز که من زوجه لوط علیه الصلاة والسلام و زوجه نوح چی بود؟ یعنی اینا هر دو این زنها چیکار کردن؟ خانتاهما، یعنی زوجاشون به خیانت کردن. زن لوط به خیانت کرد و زن نوح به. همین چیزه، یعنی یکی از حکمت های آوردن الله سبحانه و تعالی ما به چیز چی که یعنی صلاح غیرک لا ينفعك، صلاح غیرک مهما كان، مهما كان مهما كان مهما بلغ من الصلاح والرفعة والجاه لا ينفعك إن لم تكن كذلك. اگر تو خدا صالح نباشی، صلاح دیگرت تو به هیچ فایده نمیتید، باید چی قدر که نباشد. یعنی نوح اول العزم، اول رسول یکم رسولی که بشریت فرستون شدگی، زوجهش به یاردم داده نتونست. زوجهش به چی یاردم داده نتونست، بلکه قرآن اند چی یک عبرت موند وای زن یعنی مفسده، زن سیئه، زن خیانتکار. تاریخ اندمون از روز نوح تا روز قیامت وای چی میمونه تاریخ انده که یعنی زوجه نوح شوهرش نبی الله رسول الله، بلکه یکی از اولو العزم، یکی از 5 انبیاء علما، زوجهش به هیچ یاردم داده نتونست. زوجهش از شوهرش یکون برکه نگرفت. نوح الله علم هزارها سال همراهی شوهرش زندگی کرد، لیکن صلاح نوح وای به تاثیر کرد؟ تاثیر نکرد. فهمدید؟ و کذالک زوجه لوط علیه السلام. همین بیان چی؟ هم علیه السلام میگه که من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه. اگر عملت سستی کند، نسبت هیچ وقت چی به شتاب نمی کند، نسبت تو به یاردم نمیتید. اگر عمل نکنی تو این قاعده مثلا چی باید هم به شاعر چی میگود؟ ولقد رفع الاسلام سلمان فارسی ولقد وضع الكفر النسیب دیدید؟ و فی بعض شعراها روایت میگه که الحسیبه ابا لهبی. اسلام سلمان فارسی، یعنی رسول صلی الله علیه و آله که یگان آیلنده و نمیخورد. و فارس رسول صلی الله علیه و سلم هاشمی، قریشی، عربی، عدنانی و وای سلمان الفارسی. لیکن سلمان فارسی قدرش گیجا بشد عثمان ببر اومد. اما ابو لهب عمکی یعنی که برادر پدر رسول صلی الله علیه و سلم هیچ یاردم داده نتونست، هیچ فایده نه، بلکه نامش قرآن با تبت ید ابی لهب گفته. قرآن به چیه؟ کودکامو حاضر میخوند، یعنی تبت ید ابی لهب. نامش به همین اساءه و به همین بدی، به همین نمونه چی قرآن انده موند که یعنی جیانش رسول الله، یعنی امام المتقین، امام المرسلین، لیکن خودش امکش یعنی چی فایده گرفته نتونست، بلکه پدری رسول صلی الله علیه و مادری رسول صلی الله علیه و برای همین یعنی چی اگر عملت تو به یاردم نتید، نسبت عیادت برار. الفخر بالاحساب ای تعاظم علی الناس بالآباء و مآثرهم، یعنی منقبهاشون باباهای ما شجاع بود بابا. و ذلك جهل عظیم، یعنی این حقیقی جاهل آدم دلالت میکند. بابای من ملا بود، بابای من قاری بود، یعنی جاهلش به دلالت میکند.
چی فایده میگیریم بابای تو عالم باشد و جاهل باشد و جاهل باشد یا که عالم باشد تو چی داخلش این چیز اذ لا کرم الا التقوا اگر مثلا خودت تعریف میکردن باشه با تقوا والله سبحانه وتعالى ان اکرمکم عند الله اتقاکم از همه مکرمتر شماها که بزرگتر شماها نزد الله تعالی با کی همینه که تقوا داشته باشد تقوا یعنی با عمل و با علم میشد ولی ابی داود عن ابي هريره رضي الله تعالى وارضاه نعم مرفوعا ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهليه بعضی عبیه گفتن بعضی عبیه گفتن حتی عبویه هم میبیاد یعنی فعول میگوید ابن اثیر فعول بعضی فعول عبویه یعنی جند عبیه ای کبر یعنی الله تعالی از شماها کبر جاهلیه کبر جاهلیه براوند و كذلك فخرها بالآبا با پدر باباها چکنیه فخر کنیه شماهای براند یعنی انما هو مؤمن تقی یعنی حاضر کی مونده کو دو نفر موند فقط مؤمن موند چی موند یعنی تقی موند مؤمن موند و کی موند تقی موند او فاجر و شقی یا کی چی است یعنی یعنی تقی الفاجر او فاجر شقی نعم او فاجر نعم مؤمن نعم انما هو مؤمن تقی و فاجر شقی یعنی آدم دو خیلن مؤمن تقی هست یا که فاجر و شقی بدبخت است الناس بنو آدم ها هم باشن چی؟ فرزندای یک آدم و آدم از چی است؟ خاک تراب خاک على كل امر لا يدعون رجال لا يدعون یعنی چی؟ لا يتركون یعنی امر غایب اومد این جنده نعم الامر يعني اللام كتب بدنا ليدعون يعني امر غائب لا يضرب ليدعون امر غائب مثلا يعني آدم ها ليتركون يعني چی همون رسول صلی الله علیه و با غایبانه امر کرده است که هم مردها بگوید که هم کارش ترک کند یعنی کدوم کارش به اقوام یعنی به همین جاهلیان در گذشتگی باباهای ما شجاع بود باباهای ما کذا بود این کارش بس کند ای خلاص باباهای هم تو چی بود یعنی فهم کومر از کومرهای جهنم خلاص مرد برافت ولا يكونن احول الا چی این جنده لام چی تاکید ولا يكونن و الا چی میشن یعنی وای ها احوان علی الله یعنی احوان اصغر نزد الله تعالی از جعلانم چی تر میشن یعنی از جعلانم چی تر میشن حقیرتر بی نرخ بی نواتر میشن معنای جعلان صاحب کتاب الحیوان میگوید که جعلان میگوید هی نم حشرة من الحشرات التي تتغذى بالقاذورات و من نم عجائبها اذا هي شمت رائحة طيبة ماتت في حينها يعني الله أعلم أقرب ما يكون تركان افتاب برای نمیرد یا نمیرد افتابنده نمیتونی صد افتاب یعنی جعلان دیده چیه یک حشراتی که میگوید که فقط چیز غذایش همین چیزای افلاسی و بدبوی هم چیزون در زندگی میکند اگر یک بوی خوشه که فهمید میمورد وای نمیتونی صد بوی خوش بد فهمید اینها هم چی میشد یعنی همین چیز یعنی کیه منه مثلا نه همین خیلی حشرای چند دبه میخرید وای میگد کش میگد من تو پلمتی وای نیست که میگد یعنی انا میخیل همین هایی که با بابای اجداد تفخری فخر کاره یعنی کبر و تکبر میکند نزد الله تعالی از همین جعلان هم چی یعنی چی قدرش پست میشد یعنی هم به شیخ الاسلام اقتضای صراط المستقیم میگه که انا میخیل الله تعالی چیه این یعنی تعصب تکبریه یعنی با یعنی چی همین حسب و نسب با چی برآورد کرد همین یعنی چی گفت یعنی خبیث گفت همین خیلی چی گفت یعنی چی گفت نه نتی نگفت بدبوی گفت این چیزه یعنی همین خیلی مثلا چی این مثلا چی میکرد یعنی اعوذ بالله اینه که میشنید همین از سحر تا شب باشتن بابای اجداداش ما هم بودیم ما میگیم این یک مثل ترکنه که همین حشراتی که چی هم بدبوی این زنده میکرد یک حدیث بیاره چی میشه میمرد همین خیلی میندیونه میگه تو خواب که من گویم بابا ما اجداداش یعنی رفت بابا تا نازد چی نسبش یعنی نزد کینده گویا نزد همین حشرات اند رفته گو ما به قرآن گو ما به سنت گو یعنی فهمید
أنا من شيء يعني أنا بيان شيء مشهد يعني الفخر بالأحساب يعني نعم أحساب يعني آدم مثلا شيء نسبش شناختن هاي تعلموا من الأنساب نسبه بابای اجداداتون شناسید. برای چی؟ حکمتش چی؟ برای چی؟ برای که فخر کنید؟ نه. برای که دیگرای طعنه کنید؟ نه. برای چی؟ ها؟ تعلموا من الانساب ما تصل به الارحام. نسبت تعلیم گیر تا که سیله رحم کنی، تا که فهم که بابات که سیله رحم کنی یاردم رفته. بچه امکت شناس، بچه تقویت شناس تا که یاردم ته سیله رحم کن، روی بیا کن، زیارت کن، معامله کن، علاقه کن بیا. انا می سبب بخون. دیگه چیز به نگر بیا چی تعلیم نگیر. فهمده؟ ما هاشمی گفته یعنی چی میکنی؟ چی گرفتی این چیز یعنی؟ ها؟ این چیز مثلا چی میشد یعنی هم به چیز مثلا چی؟ نعم نسبت شناس، نسبش شناختن و كذلك مثلا قول انسان نسبش دوست می‌دارد مثلا هیچ باکی ندارد لیکن ابدا مثلا خودت دائم فخر کرده یعنی هم دیگرای طعنه کردن نه یعنی من تاجیک فلان تاجیک نه یا فلان کدو من اف فلان جا تو اف فلان جا این خیلی چیز نیست یعنی این چیزا همیشه چی رسول صلی الله علیه و چی گفت دعوها فانها چی گفت نتینه ترک کنید گفت این چی این بدبوی گفت این چیز یعنی حتی وقتی که چی گفتن یعنی مهاجر و انصار گفتن که حالا هر دو جمع نام چی شرعی وقتی که تعصب برافت رسول صلی الله علیه و ترک کنید نگوید گفت این گپ چون چه خیلی تو میبیای دیگه مثلا به ملتت مثلا میکنی یا که به قبیلت میکنی یا به محلت میکنی یا به شهرت یا به قشلاقت یا به یکمش هم میبیده ها یعنی دیگه هست هم خیلی چیز یعنی هم خیلی چیز هست. قوله والطعن في الانساب دویمش چی خودش تعریف کرد استاده دیگرای الطعن ای ذمها و عیبها ولما عیر یعنی طعن یعنی چی بوده یعنی عیب معنی طعن طعنته بالحرب طعن یعنی معنی چی میتیاد یعنی عیب میتیاد معنیشه طعن یعنی چی کردن یعنی عیب نعم یعنی برای من عیب هم وقتی که آدم طعنه چی طعنته بالحرب زدم یعنی با نایزه زدید طعنته میشه احیانا به زبان طعنه میکنی به زبان طعنه کردگی ربما چی النایزه هم سخت‌تر میزند یعنی آدم ممکنه. والطعن في الأنساب أي ذمها وعيبها ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية يعني أبو ذر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقتی که یک آدم به مادرش تعییر کرد که یا ابن سودا او پسری ها سیوزان رسول صلی الله علیه و سلم به مادرش حقارت کرده ابو ذر گفت تنده چی است تو مردی که تنده جاهلیه است تنده چی است جاهلیه است یعنی کی به ابو ذر صاحب نبی صلی الله علیه و سلم یعنی از قدوم و از مکان اسلام ورگی ابو ذر رضی الله تعالی عنه یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت یعنی تگ عثماننده بالای زمیننده اصدق لهجه من ابی ذر لا یوجد از ابو ذر صادقتر آدم نیست که با وجود همین رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ابو ذر این کار چه تونده جاهلیه هست گفت يعني سبحان الله سني برود مبيوده مقارنه میکنه. متفقون فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفر ولا فيه يعني این معناش نه که وای چی همین جاهل شد یا کفر نه یعنی همین چی خلق من اخلاق یعنی فهمید همین به مثلا این معنای وای سید قطب گفته چی گفته یعنی امت همیشه جاهل بگاروند نه نعم بعض اخلاقنده بعض مثلا چینده یعنی رویه هونده ممکن جاهله اما با کامل مثلا کسی جاهلی گفته حکم دادن و چیز درست نه.